به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام به یک و یک شما بینندگان محترم و با عرض سلام خدمت شما استاد عزیز. در ادامه صحبت ها میخواستم امروز یک موضوع دیگر را درباره تقریبا مربوط می شود به شکلگیری حکومت فعلی و نقش دیگر مخالفین در آن و از این قبیل سوال هایی که از طرف مردم مطرح می شود و در جامعه هست، اونها رو جمع آوری کردیم. میخواستم با اونها روشنی اندازیم. در اول برخی ها بر این نظرند که در شکلگیری حکومت دیکتاتوری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نیروهای اپوزیسیون مخالف سهم دارند. آیا شما خود را در همین شکلگیری این حکومت سهیم و گناهگار می‌حسابید؟ شما گفته کی را در نظر داره؟ شخصا خودی مرا یا که در مجموع اپوزیسیون؟ در مجموع اپوزیسیون و شخص همچنین با شخصی شما. ببینید، من از سال 2006 مسئولیت حزب نهضت رو به دوش گرفتم و از این به بعد هر چیزی که هست من مستقیما سهم دارم، اما تا اون وقت غیر مستقیم سهم داشتم چون عضو این حرکت و یکی از فعالان بودم. اما در مجموع مثلا خیلی مسئله جدی هست و باید گفت که اپوزیسیون تاجیک در عموم این رو نمیخواست. اپوزیسیون تاجیک در آن چیزی که میخواست درباره آینده تاجیکستان رو چگونه دیدن میخواهد، چگونه باید باشد، در سازشنامه صلح هست. و اگر شما یک مرتبه متن سازشنامه را ورق بزنید، ما نه تنها متن سازشنامه بلکه اون مرامنامه ها و دکلراسیون ها و اون یک سندی همدیگر بخشی، اینا را اگر در مجموع نگاه کنید، نقطه نظر اپوزیسیون که چگونه تاجیکستان باید باشه در اونها همش ثبت شده است. درست. بعض یکی از این نقطه ها در این سند ها یک دوره فقط پرزیدنت بودن امام علی رحمان بود و بر چه اساس اپوزیسیون و از این اصل مهم گذشت کرد و اجازه دادن که رحمان دوباره پرزیدنت شود و دیکتاتور شود؟ ولی اینجا دو مسئله است. برای من میگم که یکی این که اپوزیسیون چی میخواست و دوم این که در رفتی صلح آفرینی، در رفتی تطبیق این سازشنامه و حادثه‌های بعدی چی اتفاق افتاد. خواستن یک چیز است ولی اون را نگه داشتن و با اون رسیدن مسئله دیگر است. اپوزیسیون هر چی که میخواست در این سندها ثبت کرد و موقعش را بیان کرد. همین است که رحمانوف نمیخواهد که این سازشنامه نزد مردم و این پروتکل ها نزد مردم آشکار باشد. اصلا شما در هیچ کجا این رو نمیبینید. اما در رفتی تطبیق آن رحمانوف آیساس از این سازشنامه دست کشید و واقعیت همین طور شد که دیگر اپوزیسیون به خاطر حفظ صلح و امنیت وحدت مجبور بود که گذشت کند. برای مثال وقتی رحمان گفت آشکار در اون ملاقاتی که با نمایندگان کمیسیون آشتی ملی رحمانوف انجام داد، یادتون باشد، نمیدونم شما شاید جوانتر دیاتون نباشد، کمیسیون آشتی ملی یک بار کارشکنی کرد و گفتن که سازشنامه را رحمان ویران کرده است، ما با این شکل صلح نمیشد پیش رفته و طرف اپوزیسیون فعالیت خود را برای چند هفته ها قطع کرد. و یک ملاقاتی رحمانوف دعوت کرد به دستگاه، منم شرکت داشتم و پرسید که برای چی کارشکنی. طرف اپوزیسیون موقعش رو گفت که شما در این جاها دست کشیده ایستادید و ما اون طوری که دست دادیم و سازشنامه کردیم شما پیش نمی روید. رحمان گفت که وضعیت تغییر کرده است، حالا شرایط دیگر شده است. اون طلباتایی که شما پافشاری دارید معنی از نو جنگ را دارد، یعنی شما میخواید از نو جنگ کنید. اینا گفتن نه برای چی ما جنگ میکنیم، برای این در سازشنامه است باید اجرا کنید. نه دیگر شرایط دیگر شده است و وضعیت دیگر است و اگر شما پافشاری کنید پس معنی را دارد که جنگ میکنیم، برای که من اجرا کردنی نیستم اینها را. مثلا وزیر دفاع را باید به اپوزیسیون میداد نداد و چندین کارهای دیگر و مرحمت از نو جنگ میکنیم. رهبریت اپوزیسیون با خصوص استاد مرحوم سید عبدالله نوری مجبور بودن که عقب نشینی کنند و از بسیاری اون خواسته های خودشان که در سندها ثبت شده بود برای آنکه معنای از نو جنگ را داشت. من نمیدونم رحمانوف آیا واقعا جنگ میکرد یا بلف میکرد یا
به چی وضع بود، ولی احتمال زیاد دارد که در وقتی که اپوزیسیا سلاح رو سپارید و دیگر حس کرد که واقعا اپوزیسیا صلح میخواهد و آماده گذشت کردن به خاطر صلح هست، به خاطر امنیت وطن و کشور هست، دیگر فشار آوردن رو شروع کرد. و اینجا من فکر میکنم که قدم اول از طرف رحمان و از طرف اپوزیسیا با گذشت کردن برای دیکتاتور شدن تاجیکستان و قدم به قدم به این شکل رسیدن کشور ما گذاشته شد. حالا کی چقدر گناهکار است این را باید کارشناسان و تاریخ نگاران تحقیق کنند، چون که همیشه اپوزیسیا را گناهکار میکنن که میگن بله رحمانوف دیکتاتور شده است، تاجیکستان دیکتاتور است، اما شما گناهکارید، شما او را اجازه دادید که این چنین شود. بله اگر ما اجازه داده باشیم ما در جای خود در قسمت خود گناهکاریم، اما نمیشود که شما جنایتکار اساسی را رها کنید و فقط یک طرف رو بگیرید. من یک بار یک مثال آوردم که اگر منزل رو دوز زد، عادتا مردم دوز را گناهکار میکنن، ولی ملت ما عادت کرده است که فقط میان صاحب خانه را گناهکار میکنن که چرا درت رو خوب محکم نکردی. خب این هم در جای خودش گناهکار است، اما نه به حد آن دوست. خب درباره دوباره پرزیدنت شدن امامعلی رحمان شما نگفتید. ببینید امامعلی رحمان بر اساس اون سند باید که دیگر یک دوره فقط دوره گذشته رو پرزیدنت بله. اما بر کدام اساس اپوزیسیا از این حق گذشت کرد و با او اجازه دوباره پرزیدنت شدن را داد؟ آیا اینجا یگان داد و گرفت بود یا اینکه ترس و زور؟ نه، من فکر میکنم که هیچ داد و گرفت نبود و چون من بالاخره عضو کمیسیون آشتی ملی بودم، در همه صحبت ها و ملاقات ها هم نباشه در قسم زیادش شرکت داشتم. با خودی منم صحبت شد، عبیدالله دعوت کرد صحبت کرد، با همه اعضای کمیسیون آشتی ملی صحبت شد. حرف یک چیز بود، حالا تاجیکستان در مرحله خیلی ضعیف است، ملت ما نو بعد صلح با پا خسته شده است، ازبکستان کریموف با ما هجوم کردنی هست و بیاید با همین رحمانوف میگه بیاید با من یک 7 ساله دیگر اجازت بدهید، این اجازت بدهید شما راضی شوید. تولو میکرد شما راضی شوید که من یک 7 ساله دیگر پرزیدنت بمانم. این سازشنامه، بله سازشنامه میگوید که باید من 7 سال باشم، اما شما خواهش میکنم یک 7 ساله دیگر به خاطر ملت، به خاطر آنکه ما با هم دست دادیم و همین مرحله را که گذاشتیم ما دیگر بعد انتخابات میشود، هر کسی که شما هم حق دارید در انتخابات شرکت کنید و تمام، بعد از این من دیگر تغییر نخواهم داد. من فکر میکنم که اپوزیسیا در عموم به این وعده ها و این حالا چه گیم گیریه و ناله رحمانوف باور کردن و هم ببینید رحمانوف همیشه شعار ملت رو میموند که ملت در حالت ضعف است، ازبکستان فشار آورده ایستاده است، ما تازه از این وضعیت برآمدیم. وقتی که من با عبیدالله دعوت کرد کابینتش و گفت که تقریبا همه اعضای کمیسیون آشتی ملی از اپوزیسیا راضی است به غیر خودت، چون من واقعا مخالف بودم. کمیسیون آشتی ملی یک قاعده داشت که طبق کنسنسوس اگر یک نفرم زید رای میداد نمیگذشت و من واقعا مخالف بودم به این چیز و رفتیم نشستیم و بازم همین حرفا که خب دیگر همه راضیان، فقط چرا خودت راضی نیستی؟ همین آدم وعده داد من زنده باشم، اگر تا روزی که من زنده هستم اجازه نمیدیم که بعد 7 سال دیگر این باز پرزیدنت شود. چون من این حرفا رو میگفتم که امکان ندارد اگر راه را باز کردیم دیگر این آدم رفتن میگیرد همون خیال تا آخر. بعد میگفتن نه ما مگر مرده ایم، ما جوانمرد نیستیم، ما قول میتیم به شما، این تاجیکستان همه هست، ولی به خاطر اگر تاجیک هستیم، اگر تاجیکستان رو دوست می‌داریم، منصب پرست نیستیم، بیاید یک مراتبه دیگر همین آدم 7 سال دیگر باقی بماند و بعد یک تاجیکستان آباد و پیشرفته و امنیت رو صاحب امنیت رو در دست خواهیم داشت. و واقعا وقتی که می‌بینیم که طرف با احساسات و خیلی هم مثل یک مسئله ها رو در میان میماند که مسئله تاجیکیت، وطن، ننگ و ناموس، از این طرف ازبکستان فشار آورده ایستاده است، آدم میگه اگر که من راضی نشوم ممکن که مثل یک خائن مینماید، مثل یک کسی که وطن رو دوست نمی‌داشته باشد. این خیلی تاثیر داشت بالای اپوزیسیا و در مجموع من فکر میکنم این کاری خود رو کرد و هیچ کس از رهبریت اپوزیسیا باور نداشت که رحمانوف بعد یک 7 ساله دیگر واقعا
قدرت رو در دستش میگیرد خانوادگی میکند. اگرچه در سالهایی که مثلا 2002 2003 الکی نشانه هاش معلوم بود و استاد حمزه خدا رحمتش کند دیگر شروع کردن به اعتراف آن که ما فریب خوردیم. یعنی این آدم اهل عهد و پیمان و این گپا نبوده است و استاد حمزه آشکار میگفتن که ما فریب خوردیم. خب شما در اون زمان به خاطر امنیت و به خاطر آرامی وطن کشور گذشت کردید. امروز هم در حکومت برخی ایدئولوگ ها به همین باورند که تفکر دولت محور بر این باور است که امنیت مهمتر از ارزش ها است و تمام ارزش های آزادی و دموکراسی و اینها را قربان همون امنیتی حالا نمیدونم تا چه اندازه واقعی هست قربانی همون کردن. و حالا هم شما فکر میکنید همین مسئله مطرح نیست؟ مثلا امروز هم متهم میکنند که مثلا شما ناآرامی میخواهید، یعنی به خاطر انا همون امنیتی به اصطلاح مبهم باید شما هم گذشت کنید. امروز چرا مثلا گذشت نمیکنید؟ آیا برای شما در این میان امنیت اولویت دارد یا اینکه آزادی؟ بله، آزادی، من در عدالت اجتماعی. صحبتی که در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا تقریبا 6 ماه پیش بود کردم، دقیقا همین نقطه محوری سخنرانی من بود که ما در اپوزیسیا در اون سالها در مسئله انتخاب بین امنیت و آزادی امنیت رو انتخاب کردیم و به خبر از اون که انسان یا گروهی که برای آزادیش مبارزه نمیبرد در نهایت کار هم امنیت رو از دست میدهد هم آزادی را. و این معنی را دارد که در مسئله انتخاب بین امنیت و آزادی باید انسان طرز رفتار کند که هر دو را داشته باشد. یعنی امنیت هم مسئله خیلی مهم است. بدون امنیت نمیشه درباره آزادی خوب صحبت کرد. اما وقتی ما درباره امنیت میگیم منظور ما امنیت همه کشور و ملت و همه شهروندان است. امروز مفهوم امنیت در سیمای یک نفر و یک خانواده جمع شده است. نه وقتی یک خانواده و یک نفر امنیت دارد گویا همه ملت امنیت داشته باشد. نه، همه ملت امروز امنیت ندارد و ما میخواستیم وقتی ما از آزادی خود گذشتیم میخواستیم که امنیت همه ملت تامین شود. اما این نفر آمد امنیت را در داخل خانواده خودش تامین کرد، برای شهروندان دیگر امنیت وجود ندارد. شما تصور کنید که حتی شما در داخل خانه‌تان امنیت ندارید، دیگر درون دیگتون رو میان چین میکنند، جاگه خوابتون رو، خانه خوابتون دیگر زیر نواری اینها هست. هیچ کس فردا یک نفر پلیسی میاد شما رو از خانه میبرد، ابله میکند و در روسیه در مهاجرت مردم دیگر آرام نیستند، اونها رو با پاره پلیس مسکو میگیرد میفرستد به تاجیکستان. یعنی ما به نتیجه آوردیم کشور رو که به خاطر امنیت یک نفر که اونم ترسش از ملتش است، امنیت همه کشور و شهروندان رو در خطر گذاشتیم و از همه بدتر آزادی رو هم از دست دادیم. بنابر همین من حالا شما پرسیده استودید که آیا ما باز آماده هستیم که به خاطر آزادی مثلا امنیت رو زیر سوال بریم؟ نه، ما به هیچ وجه امنیت ملت و مردم کشور رو زیر سوال بردنی نیستیم، بلکه یکی از وظیفه‌های اساسی ما هم تامین امنیت است. ما با چی خاطر حالا دست به یک گرد همایی، دست به تظاهرات دست جمعی امروز و حتی به مبارزه مسلحانه نمیزنیم؟ برای چی؟ مگر تجربه رو نداریم؟ مگر امکانیت ها نیست؟ به خاطر اون که امنیت کشور به هم نخورد ما تلاش کرده استیم این راه دشوار رو طولانی تر طی کنیم و هم آزادی به دست بیاد هم امنیت. اما در نهایت کار وقتی میبینیم بین امنیت ملت و امنیت یک نفر، ما باید امنیت ملت رو انتخاب کنیم. بگذار امنیت یک نفر پرزیدنت هم باشد خلالدار شود. چرا یک نفر میدوزیده است، غارت میکرده است و امنیت تمام ملت رو به هم میزده است به خاطر امنیت خودش و ملت بیاید فکر کند که حالا امنیت هم یک نفر ویران نشود. بگذار اونها هر چی میگن ما رو نمیدونم بلواگر میگن، اکستریمیست میگن، تروریست میگن، کاری اونها. مهم برای ما این است که ما فعالیت رو طرز راه اندازی کنیم که هم آزادی به دست بیاد و هم امنیت
مردم تامین شود. من به این نتیجه رسیدم، اعتقاد شخصی من است که بدون آزادی امنیت وجود ندارد. در نهایت امنیت بر هم خواهد خورد و نمیدونم کدام پرزیدنت آمریکا گفته بود که ملتی که به خاطر امنیتش آزادیش را قربان میکنه در نهایت هر دو را از دست خواهد داد. ملت تاجیک تقریبا همون شد. ما به خاطر امنیت آزادی را از دست دادیم، اما در نهایت هم امنیت را از دست دادیم هم آزادی ما را. خب در مرحله بعدی یکی از سوال‌های مطرح در جامعه این است که در مرحله بعدی یعنی در دوام صلح مخالفین بیشتر به خاطر حفظ ثروت و منافع خودشان نخواستند که قیام کنند یا اینکه ناآرامی مبارزه برخیزند اصلا. و این یکی از به اصطلاح گزینه‌های مطرح در جامعه هست که مخالفین اصلا بیشتری گذشت‌ها رو به خاطر حفظ ثروت و منصب و مقام کردن. فکر شما در این باره چیه؟ من نمیگم که نقش ثروت و بایگری و از دست دادن زندگی مرفه و آرام اصلا نبود در اونجا و چون بالاخره انسان است و هیچ کس ملک نیست، اما این نقش اساسی رو نمی‌بازید. حالا اگر افراد بودن یا در همه یک مقدار بود، بسیاری از کسان حالا بله یک کس حق دارد که ثروت داشته باشد، بایگری داشته باشد، مالکیت داشته باشد، این نه حرام است نه قانون منع کرده است، اما مطمئن باشد که بسیاری از کسان یعنی این گذشته ها را، این صبر و تحمل را به خاطر ملت، به خاطر آبادی، به خاطر آرامش کردن، به خاطر دین کردن. مثلا ببینید شما آدمایی که در همین اپوزیسیون اخیراً وارد زندان شدند، همه چیز رو از دست دادن ولی به خاطر ارزش ها جوانمردی کردند و این جنایت ها رو به دوش نگرفتند. با آنها وعده کردند که شما هم آزاد میشوید، هم مالکیتتون برمیگردد، ثروتتون برمیگردد، فقط از شما طلب همین است که بیاید در نزد کامera چند جمله رو تکرار کنید. اونها نکردن، مگر به من پیشنهاد نکردن، مگر به خودت پیشنهاد نکردن که بیاید برگردید بس کنید با شما همه مالکیت رو برمیگردونیم. امروز وقتی ما صحبت کرده شدیم، همین صبح با چند از باز برادران باز پیام فرستادند که آواز هست که شما بیاد قطع کنید برگردید، تمام اون بایگری که از شما گرفته شد به شما برگردونده می شود و باز علاوگی به شما جبران ها رو میدیم. اما مردم راضی نیستند. چگونه همین گروه را و همین گونه آدمان را میآیند متهم به آن میکنند که اینا صبر و تحملشون به خاطر مقام و منصب و به خاطر مثلا بایگری بود. من فکر میکنم که یک مقدار مبالغه هست در این، زیاده روی هست و یک کمی تحقیر به اون برادران زندانی هم هست. در زندان مثلا زید سعیدوف پول نداشت یا محمد روزی اسکندرов پول نداشت، بزرگمهر هر ماه از کلینتاش زندگی خوب داشت همچون ادوکات، یا سید عمر حسینی هم بایگری داشت و خواجگی دهقانی داشت، اصل پرور بود، مالکیت داشت و دیگر دوستان هم همه خیال، ولی همه چیز رو از دست دادن در عوضی ارزش‌ها، در عوضی شرافت. من فکر میکنم که گذشته اپوزیسیا نه به خاطر مالکیت و ثروت اینا بود و منم زیاد میشنوم این اتهام‌ها رو، اما چون خودم جز این روندها بودم باز تکرار میکنم که بودن آدمانی که واقعا هم در کمیسیون آشتی ملی در مرحله بعدی به بعضی اشتباهات راه دادن و حتی احساس میشد که یعنی آمادن به خاطر یک منصب، به خاطر مال، به خاطر اینا یک همکاری، یک گذشته کنن. ولی این عدد خیلی کم بود، معین بود و بارها مذمت میشد از طرف خودی برادران و اصطلاح تحت کنترل بود. بنابراین همین من این عامل رو تا جای وجود داشت اعتراف میکنم، اما حل کننده نبود و اگر حل کننده می بود و نقش می داشت مطمئن باشید که اپوزیسیون هنوزم در داخل کشور بود، هنوزم گذشت میکرد و هنوزم وضعیت مثل اون پیشینه بود. اگر به این گونه نگاه کنیم، مثلا اگر در سال 2010
وقتی که در انتخابات تقلب شد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خیابان میبرآمد، آیا چی اتفاقی میافتاد؟ من فکر میکنم احتمال داشت که اتفاق اندیجان مثل که در اندیجان شد، مردم به خیابان برآمدند و اسلام کریموف 1000 نفر رو یا بیشتر از 1000 نفر مردمی بیگناه بی‌سلاح رو کشت. جامعه جهانی چند سال هیاهوی میکرد، تحریم‌های اندک جاری میکرد، بعد میبرداشت و به همین قضیه تمام شد. این یک احتمال خیلی زیاد بود. چرا؟ برای آنکه من وقتی که در همون تالار بودیم و جوانان خیلی پرجوش و خروش بودن و طلب میکردن که به خیابان براییم، من جلسه ریاست دعوت کردم و با هم مشورت کردیم. اکثریت ریاست زید بود برای برآمدن، اکثریت قاطع، شاید 1-2 نفر طرفدار بودن. من تا آخر موقع خود را نگفتم در اون وقت و بعدا خدا رحمت کند شهید حاجی عبدالحلیم نظرزاده که حالا متهم به آن است که تبادلات کشش تبادلات داشت ولی معلوم نیست که اون حادثه چی بود، به من زنگ زد چون ما دوستی داشتیم و زنگ زد گفت ما در کابینت وزیر دفاع به فکرم گفت نشستیم، وزیر هست و وزیرای قدرتی یک شتاب برگزار شده است و حالا خبر هست که حزب نهضت تظاهرات کردنی هست. یعنی حلقه یکم اطراف بینای شما با پلیس احاطه شده است، حلقه دوم امنیت است و ما وزارت دفاع حلقه سوم را تشکیل کرده ایم و سپارش است که مستقیم تیرخوالی کرده شود به هر کسی که به خیابان میبراید و اصلا از همون میکرورایونی که شما هستید مردم رو اجازه بیرون برآمدن نمیتین. قبل از اون که حاجی عبدالحلیم به من زنگ بزنند، محمد علی حیات آمد پیش من در آمد، گفت که در اطراف بینای حزب در کوچه های نزدیک مارشروتکا ها و این گزل ها زیاد ایستادن، در درونش آدمان ملکی هست با سلاح ایستادن و مثل که مقامات قدرتی از قبل آمادگی دارند که یگان پرووکاسیون را انجام بدهند. و وقتی که این معلومات ها همه جمع شد، بعضیا میگن که نه این برای ترساندن بود، اگر که به خیابان میآمدید تیرخوالی نمیکرد مقامات. من فکر میکنم در اون وقت جان انسان ها و حالا چون برای یک انتخابات هست، یعنی نتیجهش چی است، ارزشش چی است، ما به پارلمانت آواز بیشتر میگیریم یا کمتر، همین. و باز یک بار دیگر حزب نهضت رو متهم به آن میکنن که به خاطر منصب و قدرت شده مردم رو به خیابان کشاند و هزارها نفر کشته شده. این و ریاست تصمیم گرفت که ما به خیابان نبراییم و به نشانه اعتراض از شورای جمعیتی بیرون براییم. یعنی این همچون گزینه یا انتخاب دوم مطرح شد که ببینید حتی همین هم برای رحمانوف خیلی سخت رسید که ما از شورای جمعیتی بیرون برآمدیم، حالا که ما میتونستیم به خیابان برای تظاهرات بریم. و همین مسئله خون ریختن و مسئله آبروی تاجیکستان و اسلام رو نریزاندن ما رو باز داشت که به خیابان نرویم. و هنوز هم اگر از روی انصاف بگیم، هنوز هم من متقاعدم که ما تصمیم درست گرفتیم در اون وقت. یعنی بار دیگر اثبات کردیم که نهضت صبر دارد، تحمل دارد، گذشت میکند، اما صبر به آخر نیست. بالاخره یک روز اون صبر هم شکسته می شود و الان دیگر به نظرم دیگر مرحله صبر گذشته است. دیگر اگر آمادگی داریم، آماده شد ملت، دیگر جای صبر نیست. خب حالا شما فکر میکنید حکومت عمدن میخواست نهضت رو به یک چنین اعتراضی بکشد؟ چون مثلا بعد از انتخابات 2010 لطکوبی محمد علی حیات یکی از چیزایی بود که خیلی مردم رو به شور آورده بود در داخل، ولی باز هم مردم به خیابان نبرآمدن و مردم شما هم مثلا میتوانستید که یک اعتراضی را راه اندازی کنید، ولی چرا چنین نشد و اصلا به حکومت هدفش از لطکوبی محمد علی حیات چی بود در اون لحظه؟ ببینید لطکوبی محمد علی حیات، سیف الله زاده و دیگر شخصیت‌ها، چرا فقط اعضای نهضت،
رجب میرزا لاتوکوب شد چند بار، دلیر شریفوف روزنامه‌نگاران، تاجرها لاتوکوب میشدن و هر گروه هر شخصیت یک کمی فعال بود، حکومت آنها را به خاطر ترساندن همه، نه تنها ترساندن یک دو نفر، مورد لاتوکوب قرار داد و این جنایتکاران رو به جزا گذاشت. و این همه بعد از انتخابات 2010 بود، چون رحمانوف بعد از انتخابات 2010 درک کرد که دیگر ملت با اون نیست و ملت رو باید ترساند، میان ملت رو باید شکست و یگانه راه حفظ قدرت این ترساندن ملت است. و نهضت اسلامی تاجیکستان باز هم همون فلسفه صبر و تحمل رو گذاشت کردن که حالا مثلا ما فکر میکردیم در اول که رحمانوف که این دست رو داده است، این عهد و پیمان رو کرده است، یعنی نباید تو این درجه عهد شکنی کند که بیاد لاتوکوب کند، شاید درک ندارد، خبر ندارد. یعنی تقریبا تا سال تا هم پروتکل 3220 تا پیداشوی پروتکل 3220 من شخصا خودم باور داشتم که رحمانوف از این جنایت‌ها بی‌خبر است. اما بعدی که با امضای خود رحمانوف پروتکل مخفی نشر شد و اون را خودی از داخل دالان‌های حکومت بیرون آمد و بعد روسا نشر کردن، دیگر معلوم شد که نه، این سیاست خودش است. خودش به همه وزارت‌ها دستور می‌دهد که این نوارها را، فحش را، کارهای شهوانی را ثبت کنید، مردم را پرووکاسیون کنید، لاتوکوب کنید، بترسانید، کسی که طمعجو است با پول، با زمین، با منصب بخرید. این همش دیگر سیاست خودش است. و یعنی از اون به بعد دیگر ما تقریبا دیگر درک کردیم که وضعیت رو به بدشوی میبرد و بعد شروع شد بستنی دفترهای نهضت، لاتوکوب مردم در منطقه ها و حتی خودم در خوجند وقتی در تالار حزب بودم اکسکواتور آوردن، من سخنرانی کرده ایستادم، سقف چردکی تالار را با اکسکواتور کنده ایستادن. یعنی شما تصور کنید که چقدر یک حکومت دست به جنایت میزند و این در پیش چشم مردم، در پیش چشم سازمان‌های بین‌المللی. و دیگر اونا درک کردن که نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر سلاح ندارد، مجاهدها خل سلاح شدند و نفران کلیدی و اصلی مجاهدای اصیل یا کشته شدند یا زندانی هستند و دیگر برگشتند به همون جنایتکاری و به همون اسلوب بیویکی خودشون. من فکر میکنم الکی فرصت دیگر از دست رفته بود و همه گونه اقدام‌های جدی‌تر از طرف ما بجز از تلفات جانی در بین مردم چیزی نداشت. و چرا؟ برای آنکه مردم اطراف نهضت یا جامعه هنوز در غفلت بود. یعنی مردم همه فکر میکردن که پرابلم شخصی خودی نهضت است. حتی بعد از اون که ما را بستن، سرکوب کردن، زندانی کردن، مردم تاجیکستان هنوز هم میگفتن که این مشکلی خودی نهضت است، با ما هیچ ربط ندارد. امروز اکنون وقتی کار به استخوان ملت رسید، وقتی که ما میگیم که رحمانوف جنایتکار است، مهاجرین، مردم از داخل دیگر مردم با ما همصدا هستند، برای اینکه مردم الکی درک کرد که واقعا نهضت حرفش درست بوده است. یعنی این نیست که این پرابلم تنها نهضت است، این پرابلم همه جامعه است. برای همین من فکر میکنم که الان دست زدن به یک اقدام جدی مناسب تر است از سالهای 2010 2012 13. 2015 چی؟ در 2015 نه، حتی 2015 هم کاملا مردم در یک حالت شاک قرار داشت و یعنی 2015 هم ببینید سال 2014 وقتی که دعوت به تظاهرات مردمی شد از طرف شهید عمرعلی قوتوف، اون وقت فضا معلوم بود که این دعوت و این فضا تنها در شبکه‌ها است، در فیسبوک است، در زیلو هست. ما که در داخل کشور بودیم این رو احساس نمی‌کردیم، بلکه مردم در یک حالت دیگر، در یک شوک دیگر قرار داشت و نه اون وقت این چیز تقریبا امکان نداشت. من حالا نمیدونم که با حاجی عبدالعلیم چی گذشت و هنوزم در دست ما هیچ معلوماتی نیست که چی شد. این قضیه اگر آشکار شود، دقیق شود، بعد میتوان گفت که چرا حکومت این رو راه اندازی کرد و اصلا چی میخواست با این پرووکاسیاش، که آیا تنها نهضت رو سرکوب کردن میخواست یا همه جامعه رو. از اون چیزی که بعد از این حادثه شد من دیگر خلاصه می شد که هدف تنها نهضت نبوده است،
جامعه شهروندی رو سرکوب کرد، رسانه ها را بست، احزاب دیگر هم ضعیف شدن. مثلا حزب کمونیست الان شبدالوف کجاست با حزب کمونیست، یا رحمت الله ظاهروف، یا رسانه ها و جامعه. پس هدف تنها حزب نهضت نبوده است و هدف همه ملت و همه شهروندان بوده است. خوب، سلامت باشید استاد. سلامت باشید. خدا نگهبانتون. سلامت باشید.